سلام سن عزیز ویدیو جدید من خوش اومدید. من آهان هستم. امروز اومدیم در مورد اسپلیت 5 صحبت کنیم. چرا برای ما کسایی که نچرال هستیم یا اینکه اصلا داروهایی مثل استروید به خودمون نمیریم اصلا مفید نیستش همچین نوع تمرینی. امروز اومدم من در مورد این موضوع یه چند وقت دارم رسانی میکنم. اسپلیت 5 چرا برای ما خوب نیستش؟ به خاطر اینکه ما تحقیقات نشون دادن، اینجا یه تحقیق از پاپمد میذارم دقت کنید، نوشته که ما اصلا عضله هامون رو باید بیشتر از یه بار تو هفته تمرین کنیم. اگه اسپلیت 5 بزنید شما شنبه دوشنبه یا توی 5 روز هفته یا هر جوری که شما تقسیم کردید برنامه‌تون رو، عضله هاتون رو یه بار تو هفته تمرین میکنید. من که اینطور که میدونم اکثر کسایی که میشناسم اسپلیت 5 میزنم، به خاطر اینکه ما بدنمون رو استروید نیستش، ما نچرال هستیم، عضله‌های ما بیشتر از یه بار تو هفته نیاز دارن برای تمرین کردن. به خاطر همون چند تا نوع از تمرین نوشتم که مثلا پوش پول لگ یا مثلا آپر لور یا فول بادی. پوش پول لگ که مثلا میشه یه بار سینه، پشت، مثلا شولدرز، بعد مثلا پولم میشه کمر، پایین کمر و مثلا بازو، پشت بازو و پا هم که جلو پا، پشت پا، ساق پا. اگه بخواید میتونم یه ویدیو بسازم که مثلا قشنگ بهتون توضیح میدم رو صفحه با لپتاپم که چطوری میتونید یه همچین برنامه‌ای بسازید با برنامه پوش پول لگ. یا مثلا یه دونم هستش که خیلی ساده است، آپر، یه روز مثلا کلا بالای تنه رو میزنید، یه روز هم پایین تنه. اینم خیلی نوع تمرین خوبیه به نظر من برای کسایی که رو استروید نیستن یا رو داروهای مختلف نیستن، نچرال هستن. یا فول بادی هم که خوبه، ولی من خودم پوش پول لگو میزنم چون به نظر من تحقیقاتی که توی من از سایت پاپمد نگاه میکنم و تحقیقاتی که اونجا نشون داده بهترین نوع تمرینی که برای پیشرفت دادن ما کسایی که نچرال هستیم یعنی استروید نمیزنیم برنامه ریزی پوش پول لگ هستش. 3 تا 4 بار حتی میتونید، اگه مثلا توی هفته وقتتون میکشه 5 بارم برید. خیلی برنامه خوبیه. ولی کل بدن برای کسایی که تازه شروع میکنن به بدن سازی، چون بدنشون باید عادت کنه. اگه اون ویدیو منو دیده باشید، ویدیو قبلی من توضیح داده بودم که عضله‌های ما چطوری ساخته میشه، چیکار باید بکنیم که سریعتر پیشرفتشون بدیم. حتما اون ویدیو رو هم نگاه کنید، خیلی ویدیو خوبیه. اینجا یه لینک میذارم، حتما نگاه کنید. بله، همینطور که میگفتم برنامه‌ریزی کل بدن خیلی خوبه، ولی برای کسایی که تازه شروع میکنن به بدنسازی بهتره. چون اگه ویدیو قبلی من دیده باشید براتون حتما اینجا یه لینک میذارم، نگاه کنید. خیلی توضیح داده بودم در مورد اینکه عضله چطوری ساخته میشه، چیکار میتونیم بکنیم که عضله‌مون رو بهتر پیشرفت بدیم. حتما اون ویدیو رو نگاه کنید، چند تا چیزای مهم در موردش نوشتم. بعد اینجا هم یه عکس میذارم از یه تحقیق پاپمد که توش نوشته که چرا ما مثلا پوش پول لگو بزنیم به جای مثلا فول بادی. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. امروز فقط یه ویدیو کوتاه گرفتم که در مورد اسپلیت 5 توضیح بدم. اگه خوشتون میاد از این نوع ویدیو، حتما واسه من کامنت بذارید. میتونیم حتما یه برنامه بدنسازی هم با هم بنویسیم. رو لپتاپم میتونم یه برنامه حتما با هم یه ویدیو بسازیم. اگه از این نوع ویدیو خوشتون اومده حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو و برای دوستاتون بفرستید و کامنت بذارید که چه نوع ویدیوهایی دوست دارید. قربان شما، خدا نگهدار.